ای بازار فروشندگان بازار کاروان و سخاوت، فلا تنقصوا المکیال والمیزان، در وقت فروختن ترازو را کم نکنید. در وقت فروخته با برادر بارش دادن از ترازو نزنید. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اینه در پیمانه و در وزن با برادران خریدارتان خیانت نکنید. انی اراکم بخیر. آخر همان رزقی که خدا به شما داده است و همون مالی که شما دارید اگرچه کم هم باشد، فایده کم هم که داشته باشد، این برای شما بهتر است از او بایگه